یکی از مژده‌هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این امت داده است این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید همه امت من در جنت هستند مگر کسی که قبول نکند. پس اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم گفتند ای رسول خدا آیا کسی هست که از جنت روی بگرداند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که از من اطاعت کند داخل جنت می گردد و هر کسی که از من نافرمانی کند پس او از جنت روی گردانیده است. و یک مژده دیگری داریم از انس رضی الله تعالی عنه که می گوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله الله تبارک و تعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام می گرداند. روایت مسلم است.